زنت چه قسم بگرده، چه قسم لباس پیدا بکنه، نکو خدا بی غیرت نکو، دیوس خدا نساز، نعوذ بالله. برای هر توی لباسی را تو میخری که چقدر قیمت بهاست، اما در حقیقت جانی زنت مکمر برهنه و لوچ است. به الله چی جواب میگی؟ قرآن برات میگه هن لباس لکم، زنا لباس شماست. در این لباس ما کسی بیا نعوذ بالله خاک پرته دامنی مرا چتل کنش، نعوذ بالله. از یک آبی جویچه خراب اگر می کالای بند باد شوه، امونجا به غیرت میشی که تو چرا کالای مرا لکه‌دار ساختی. آیا خوش داری؟ آیا خوش داری که به دختر و زنت، به مادرت و به خواهرت، همشیرت مردم امی قسم بد ببینه؟ این غیرت کجا کوچ میکنه؟ در جمعه پیشنگه گفتم ماستیم که آمادگی میگیریم به فرمان روایی حکومت، به فرمان روایی مدیر مکتب، به فرمان روایی اسپتال. دکتر سای پیشی زنه میبریم، تو هم اینجا باش. زنه داخل میکنه دو اتاق تنها. من چرا اینجا باشم؟ من خود محرمش هستم. در پیش روی من تو امو تداوی بود، امو علاجیش بکن. قرار ما خودی ما میشینیم. بس دیگه زنه برد هرچی که میکنه او برادر، حالا تو دکتر هستی در پیش روی من معاینه کن. ما زمینه را مساعد کردیم به مردم فاسق و فاجر. یادتان باشه که در ذهنتان این گپ نباشه که ما نعوذ بالله دکتر بد گفته باشم. ما دکترای داریم واقعا. خب کدام دکتر؟ دکتری که قرآن خوانده، دکتری که حدیث پیغمبر خوانده، دکتری که خشیت الله در قلبش جوش میزنه. او دکتر حیثیت و آبروی زن میفهمه که همشیریم است، این به جای مادرم است. اما امروز دکترای است که برو پرسان بکن که چه شکایت ها میبرای، چه حالت ها خراب است. از استادای بکن که چه شکایت ها از پیشش میبرای. موت و آمادگی گرفتیم. قانون مطابقی که میباشه. این لعنتی ها خو میگم، کسایی که دموکراسی لعنتی را قانونی بزرگ میگه. دموکراسی خموره میگه که قانونی مردم باشه. تو به خود قانون هم جور کرده نمیتونی مطابق غیرت خود. چرا؟ اولیا به نزد الله مسئول است. به الله قسم که زنت چکر میزنه، در توی رقص میکنه، قطعی دکاندار چنه میزنه. خوب بدانی دختری در مکتب لباسی را میپوشه، خوب بچوش می سر میبینه که این خوب برای خواندن درس میره. این لباس قیمتی چی میکنه؟ این آرایش چی میکنه؟ این چرا؟ تو نمیبینی؟ ما امروز بازار را ببینی، یک مرتبه تالیس مریم قدم رنجه کنی ببینی که زنا چقدر زیاد است. خو یک خوب دقیق نظرم بکنی که فساق و فجار چقدر است. تو خبر نداری عکس دخترت در جهان منتشر شده، در حالت خنده، در حالت دست پرتافتن. در کدام حالت ها؟ او مسلمان، سخت زمانی فتنه آمده، مسئول هستی. الا کلکم راعن. پیغمبر میگه خبردار همه تان حیثیت چوپان داری. چوپان که رمی خود حفاظت میکنه از گرگ، از همه گپا، در جای خوب میبره که بچره و خوب نگاه میکنه. شما حیثیت اینمی رقم چوپان داری. و کلکم مسئول عن رعیته. در مورد زیر دستا از شما سوال کرده میشه. به الله قسم که دختر یک خنده در مکتب کرده امرای بچه، از تو پدر سوال میشه. الله سوال میکن. ایره بدانی، ایره تو نگوی. بایم اکتفا نکنی که برو تکبیر الله میگم، نماز میخوانم. بدانی تو مسئول هستی، الله از پیشت سوال میکنه. این گپی من نیست، گپی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. عزت و آبرویتان بگیری، تا نظریاتتان جمع بسازی، موافق بسازی. او وکیل، او جی، او رشتفید، مکتب بررسی کو، مکتب شورا داشته باش، علما رقت مجلس خود شریک کن. در مکتب کدام مضمون و ماده درس گفته میشه، به بچه و دخترها چی سخن گفته میشه، بررسی کو. پرسان کو از دختر و بچه این معلم چطور چشم داره، چطور اخلاق داره، به دست خودت است. من مرد میبینم اون مدیر سر معلمه که اهل محله یک خط امضا کنه که فلانی معلم ما نمیخوایم در مکتب. اگر وزیر تانست او را اموجا نگاه کرد، من دست خود قطع میکنم.
پدرش نمیتونه نگاه کرده. خود توستی تو مسلمان گردن برش ماندی و ما مسئولیت ادا بکنیم، نکنیم زمینه را به فساد. سخت امتحان الله قرار گرفتیم. چینل ها یک تا نیست، مؤسسه ها و دسیسه ها یک تا نیست. در هر کوچه و در هر سرک میبینی که دختری مرا کش کرده رویست، گاهی به یک عنوان گاهی به دیگر عنوان. نکنی یک کمی خدا بیدار کنی ببینی خیر است. الله اکبر. دل آدم گاهی میکفه. ما در ترجمه قرآن کریم موتر میگیریم، موتر از دهن خانه دختر و خواهر میورداره، اونجا در ترجمه قرآن در درس قرآن شریک میشه، پس میاره مفت. پیسه هم از پیشش نمیگیریم، البته با مجاهدت و کمک یک عده مخلصین و برادرای واقعی که درد و احساس دین داره، لیکن دمی هم دختر و زن خود نمیمانیم که قرآن بفهمه دین بفهمه. خب من میگم ما پدر اگر در قرآن ماندیشه باز تو هیچ چیزی نگو در خانه، باز دخترت میاد پدر جان امی صحنه را گم کو، این نارواست برای ما دیدنش. که او برات بگوید که مرا در نماز بخون، تو را در تهجد بخیزانه. خب افسوس است که ما مسئولیت ادا نکردیم. قو انفسکم و اهلیکم نارا. اهل خود از آتش نگاه کنه، تعلیم بده، قرآن برش یاد بده، اسلامی واقعی را در ذهنش جانشین بسازه. باز دیگه غم نداریم اگر 1 میلیون تبشیر کننده دین نصارا و یهودیت بیا، ما غمش نداریم. یک خواهر مسلمانی ما را باز اون فریب بده که چطور فریب داده میتونه. الله رحم بکنه. با این خاطر در آخری کلامی خود یک پیشنهاد، البته این پیشنهاد به نفع همه مسلمان هاست. سی دی ها را بعضی دوستا تکثیر میکنن، کست ها را تکثیر میکنن. الحمدلله بسیار قدم مثبت است و نتیجه خیلی مثبت الحمدلله در دست آمده. مردم برای ما زنگ میزنه مولوی صاحب ندیدیم تا تصویری تا دیدیم یا سخنی تا دیدیم، شاگردی سی دی هستم. خب الحمدلله شما باور بالله بکنید در تلفن گریان کرده که ما قبل از این شنیدن خانه ما که اگر سینما بگوی سینما بود، ولی آلی الحمدلله مبادل به تلاوت قرآن شده. از او خاطر دوستا تصمیم گرفتن، یک تعداد مخلصا شریک شدن، با پولی خود سی دی و کست میخرن، در اده ها و در استادگاه ها حتی به مردم مفت میده. او یکی از جمله خدمات است. ما و شما میبینیم توسط 20 افغانی خود شده میتونه یک خانواده را ما فکرش تغییر بدیم، با حق آشنا شود. از او خاطر از شما دوستا، یکی از دوستا اصلا از خیلی دلسوزی و این اجره که خود به خود لازم میبینه، گفت مولوی صاحب در این خیر بعد کلی مردم شریک باشه، ولو که خیلی کم باشه اما شریک باشه. من امی گپی خود شلبی گفتم، الله برش اجر بده.